دوستای ارزش 20 افغانی را باور کنید داره. نام خدا بسیار شیرین است. دور از دلتان دیگه. بیننده های عزیز یوتیوب چینل لاروین مایک، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوش آمدید. حیات الله ساغزی در خدمت شماست. امروز هفته جولای سال 2026 میلادی است. امسال دیگه برای اولین بار آمدیم به سرای علم خان، جایی که خربزه و تربوز به فروش میرسه. خوشبختانه حاصلات مثل پارسال بازم خوب است، اما امیدوار هستم که بازار داشته باشد. با دهقانای عزیز ما، کسایی که خربزه دارن یا پالیز دارن یا خریدن، با آنها هم صحبت میکنم، قیمت ها را پرسان میکنم. آیا مثل پارسال اینا از مزار به کابل هم انتقال میدهد یا خیر؟ میریم این سوالات پاسخش از عزیزای ما که در داخل سرای هستن میگیریم. از شما هم خواهش میکنم که چینل ما را سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار بدهید، به خاطر بی‌عدالتی و بی‌انصافی که گاه اوقات در برابر ما صورت میگیرد. با حمایت ارشد شما ضرورت داریم. با ما باشین. رفتیم. نه باشین. چال دارین؟ خیرتی است؟ نام شما؟ محمد خان. محمد خان. از کدام قریه هستی؟ از چهاربلک. از ولسوالی چهاربلک؟ تاشتیمور. تاشتیمور. بله. پالیز دارین؟ بله. از خودتان است دیقانی کاری؟ از خودم است. چند جریب کاریده بودی؟ اون 6 جریب باشه. 6 جریب. چطور بود حاصلات؟ خوب است، خوب است. سورت اول است یا چین اول است، دوم است، چی رقم؟ سورت اول است، سورت اول است. پالیز معمولا چند بار شما میچینید؟ 2 بار، 3 بار؟ 3 بار میشه. 3 بار. پارسال هم کاریده بودین پالیز؟ بله. پارسال خود حاصلات امسال؟ پارسال خوب است. فکر میکنم پارسال به نظر من خوب بود. بسته منډی پر بود. بله. شما باز اونجا میفروشین یا اینجا میارین؟ همینجا میفروشیم. اینجا؟ اونجا هم خرید میفروشیم، مقصد اینجا میفروشیم. اونجا فایده زیاد میکنین یا اینجا؟ او فایده اون جانب خلاص میکنه. بازار کش کرد اونجا خوب میشه، بازار کش نکرد اینجا خوب میشه. این خربزه کامل از پیشتان است. این نامی خربزه چی است؟ چتری. چتری. بله. اینا دیگه پخته شده. بله. شما دیگه در سورت اول چند است؟ 50 است، 40 است یا نظر به چیست؟ این 60. گولی است. این 60 فقط دیگه. 60. اول هم 60 فقط ما صادر کردیم. شما صادر؟ بله. بازار چند بفروشه؟ بازار 120 کسی میخره؟ میخره. 150 میخره. ها؟ بله. دفعه چندم تاست که میارین اینجا؟ این پری دویم است. پری دویم است. بله. خلاص شده یا مونده؟ مونده. ما یگان روز نمیبریم؟ بریم کدام روز که میریم؟ کدام روز؟ خیر است. ما این اشتیا خوب نداره، ما هم اشتیا خوب نداره. ده خربزه سیر میشه. هر چی که بخورید خربزه خوردن تو کم نمیشه. یگان روز امرایتان میرم و جمع زمانی که شما میکنید موتر بار میکنید کل جان ما میایم امروز. بیا چکر زده بیا. خداوند در کارتان برکت بده. امیدوارم یک فایده خوب بگیرن که حداقل می خرج و مصرف یک دهقان که امروز پورا بکنن. بخیر باشه. این والا خوب گرفتم فیلم صحیح شد. بیخی صحیح شد. دوستا و عزیزا اینجا بولی دارن، بیاین که سر بزنیم با اینا که بولیا چگونه است، قیمت ها چگونه است. این را پرسان میکنم. باش که از کدام را ما برم؟ همکارم خودتون از اون طرف بیا، ما اینجا ایستاد میشیم پیشش. باش که کدام طرف میره؟ اینجا یک دقیقه اینجا ما یک بیایم پیشش. ببخشید. السلام علیکم. ستاره مسی. څنګه خیرتی ده؟ بخیر. شپه ورځ په خیر تیریږي. سال سوال. سال په خیر. شروع مو پاکره خیر سره. څنګه دی بیانو؟ بیان خود بدن ان شاء الله. شروع که بسم الله الرحمن الرحیم. بگیر لالا. بگیر.
کی از خریدار؟ بگو 20 روپیه 25 25 30 30 همین 30 خربزه را 30 31 32 33 34 34 35 36 36 37 37 37 37 38 40 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 بگو 40 40 41 41 41 سورت اول است 41 سورت 41 اول 41 41 41 چتری است؟ کسی امیریستا امیری، خواه. 41 41 بعضی ها نه میگن که 42 بعضی برگنه. 42 43 43 43 43 43 نس کسی نس 43 43 خدا کی گرفت 43 شما گرفتین خوب کردید اینجا بگو 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 اوز مفتوت مرتب بگو دا داره بابا خودش بگو دارپا هفته دارپا دارن دو رو میشه دارپا مر دارپا هفت خربزه ده این دیگه حتما برای معلومه برای صادرپا 150 200 همین عمومی 200 همین کوتره 200 کوتره 200 یک زن مال 200 250 300 300 نس کسی نس 320 320 خدا رفت اینمی کوتره 350 افغانی شد این رقم برای گواه میده نه خوب شده فروش پاس کنین باش که یک رابطه مرا ببخشید 150 200 170 170 170 170 200 200 220 نس کسی نس 220 شد پیش برین شما پیش برین اینجا میرین یک کوت اینجا مانده بیا یک کوت خربزه اینجا مانده اینه این برگنه است برگنای بگوین کی است بگوین دارپا 15 16 abda سورت دو است abda 19 20 21 22 نس کسی نس 22 23 24 نس کسی نس 24 خدا خوب کنه رفت 24 خلاص شد شما خریدین؟ اینی میره باز ما اونجا دوستای عزیز بریم 60 70 افغانی برای ما نمیتونه ناجوانه سعی کنید 24 افغانی میره جان داله 30 رو بس نه اینا رو میگه 60 رو بسیار وقت 50 رو بم سودا میکنه اوناش میگه بیا پیش بیا کجا رفت در بولی تربوز قرار داریم وطندارای عزیز تربوزای خرد اینجا هست اما تربوزای کلان او طرف است باش که من یک راه پیدا کنم ببخشین یک راه بتون ببخشین مرا ببخشین اینه بده سیاکوت با 720 افغانی یک کد دو کد سیاکوت 720 میگم سیاکوت 720 نس کسی چی میگه 720 کی بود برای پیسه خبر سه کوت به 720 افغانی فروخته شد یک دو سه نه اونو از اینی است خواهی است یک و خواهی علایده است خواه دانه 4 دانه 4 دانه 4 دانه 4 دانه 4 دانه 4 دانه 5 دانه 6 دانه 6 دانه 6 دانه 6 نس کسی نس 6 روپه 6 افغانی کجا میری؟ یک تابوت ارزانی شده ارزانه شده؟ خدا همی سر پره کنه میشه مقصد نقص نکنه دیقان کجا رفت؟ اینجا هستی؟ خواه رفت بخیر؟ این نام خودم چت پت میکنه خواه کجاست؟ خواه 5 افغانی دوستای عزیز 6 افغانی رفت بخیر کجا رفت؟ خواه اونجاست
وطنداره عزیز نامخدای خربزاره که در تصویر میبینید ماشاءالله شاید این دیگه مطمئن هستم که سورت اول باست و زیاد شورم نمیتونم که چپا نشوه. منتظر از این هستم که بخیر بولی خربزه شروع شوه که دوستا بیاید ای و پیشمکارم که هست او را شکرپاره میگه او بسیار شیرین است. یگان تا قواره داره شیرین است، یگان تا قواره نداره ولی بسیار شیرین است. دیگه ما منتظر یکی از دوستا هستیم که بولی خربزه هم شروع بکنه که سورت اول و سورت دوم و سورت سوم قیمتاش نمیگیریم که نسبت به پارسال چقدر تغییرات آمده، قیمت شده، پایین آمده. اصلا شما از دیخان از زبان دیخان شنیدید. ما منتظرش هستیم ببینیم که چند بجه شروع میشه. با ما باشید. بیا کی طرف بریم که همین منتظر همین وطندار ما بودیم بخیر. کجا هستی؟ 650 یک رابطین تا کامو بخشین مرا. 680 سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خیرتی است؟ خربزه را تنها خوردی، یک سالای سمرقندی هم نکردی؟ دیگه خدمتتون هست. یک از دوستا گفت برو خودت بخور ببین که واقعا شیرین است یا نه. شکرپاره است میگیم. بله ها شکرپاره. از مزار ما شماست یا از دیگه ولایت آمده؟ فعلا مزار خود ما شماست. خب از مزار است. مردم میگه از قندوز از بغلان آمده. چند شد بخیر؟ 700 کوتره. کوتره؟ این طرف میری اون طرف. میرم اون طرف بریم. بیا خوب میشه با تصویر بکش. بیا. بگو بخیر کی هست سردار؟ تایر ما خود ما شکرپاره را کی هست سردار؟ بگو چند هستی؟ خود ما نخوریم. بگو ماشاءالله سرداری بولا کی هست چند هستی؟ آی که بای مال نام بگو این نام خدا یک کنه دی. دونه بدا یک کنه دی. دونه با 200 باشد. 200 باشد. بگو شکرپاره بگو 13 باشد. دونه با 13 شد. 13 باشد. 13 خودی ناز. سید محمد است که سید محمد شما نفر نمیشه. با 13 باشد. 13 با یک. 13 باشد. 13 با دو. نست کسی بالا. نست. 13 با سید محمد چند. یک شبو کشته هر کس که باشه باید بر طلال یک دانه ببخشه. دوستا متون نیست؟ میونه که شیرین است یا نه؟ یک کارت مرا یک دانه چکی چرا کنم؟ وقتی رفتن تو یک دانه میتونی. نه با کلی مردم میبینن نه کلی میبینن. نه در کامرا میبینن این از کجا میبینن. بیار برا بکش. بیا. بیا تا دیگه کتش. خیر بیا شما پیش برو. مرا که یک قاش بیتیم اول یک مزیشه ببینم. برای دوستا بگم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله بگیرید. دوستای ارزش 20 افغانی را باور کنین داره. نام خدا بسیار شیرین است. دور از دلتان دیگه. واقعا که شیرین است. نست کسی بالا. نست. 30 باشد. 30 باشد. 30 با یک. 30 باشد. 30 با دو. 30 باشد. نست کسی بالا. نست. 30 با. نام چی است؟ تاجدین. مگه عجب شیرین بود. تاجدین که باید. واناز به مزه شده شما پاره شده. نه واقعا مزه‌دار بود. 3-4 نفر شاهد هم داریم. خب کدام زنه؟ این ایست بیا لنگاری برو. بیا. این همی تو برو. واه. همگیری نکنیم که در پارچه تلویزیون شما رو میبینیم. بگو کی هست سردار کی هست؟ 10 افغانی. ماشاءالله دانه با 11 12 13 14 15 16 16
دونه با 16 دونه با 16 دونه با 16 رو بشود 16 رو بشود 16 رو 17 رو بشود 17 رو بشود 17 رو بشود 17 رو 18 رو بشود 18 رو بشود 19 رو بشود 19 رو بشود 19 رو به یک 19 رو بشود سیره باره خربوزه صدای داره بکشین 19 رو بشود 19 رو بشود 19 رو به یک 19 رو بشود 19 رو به دو نست کسی بالا نست صفدارانی کارت وعدت 19 افغانی میشناسا کلا گیره دیگه خب اینه چی خوب چین دایره نامخنایی تک منظم چین بیخی دیگه بگو خردار از بالا کیا چند؟ تیره چاپ بگو دو چین نباید تیره چاپ 21 رو بشد 21 رو 22 رو بشد 23 24 25 رو بشد 26 رو بشد 26 رو بشد 27 رو بشد 28 رو بشد 29 رو بشد 30 رو بشد 31 رو بشد 32 رو بشد 32 رو بشد 32 رو بشد دو نباید 32 رو بشد 32 رو بشد 32 رو بشد نست کسی بالا نست 32 رو بشد تاج دین کفایت یعنی دو کوتا خریدین 30 میخری فکر میکنم یا بس است این 32 افغانی شد اما تو پیش میری میریم بیا همکارم اما تو پیش برو یک رقم منظم چین دایره که حالا خدا ناخواسته بگیم پای ما نخورد از اینکه گلش نفته پایین ببخشین یک رابطه بگای ماشاءالله دونه با یک کنه دی شد دونه با 10 روپا 11 روپا 12 روپا 13 روپا 14 روپا 15 روپا 3 5 15 16 17 دونه با 18 دونه با 18 دونه با 18 دونه با 18 رو بشد 18 شد 18 یک 18 شد 18 دو نست کسی بالا نست 18 رو بسید 18 نام چی است؟ محیب الله محیب جان ایره بگی ای رفتی هست من ماندم خب مرا یک 500 یک محیب زکرات بده خواهش بگیریم که از این خلاص دیگه از چه بگی باشه باشه همونجا باش کامرامین همونجا باش نه شور نخور چند؟ خردار رازی بالا کی هست؟ 5 افغانی بگو دونه با یک کنه دی دونه با 10 افغانی شد ده دونه با افغانی. 10 روپا شد دونه با 10 روپا 11 روپا 12 روپا 12 روپا 13 روپا 14 روپا 15 روپا 3 5 15 16 16 17 دونه با 17 دونه با 17 دونه با 17 دونه با 17 شد 17 یک 17 شد 17 دو 17 جاوید پانتون 17 افغانی شد جاوید وحید نموشد نه اینجاست میای بس خودش میای پیش آمد از همونجا کامرا رو بلند کن از همونجا واه 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 کوزی اصل کوزی اصل یک دقیقه آیت نام خدا کوزی اصل لاخ نبات خربوزه حکای فیض آباد آیت نام خدا است نجوانای خرابات با ثبوت با اثبات چند هستی؟ بگو دانه 20 رو باشد دانه با یک کنه 20 شد دانه با 20 رو با 21 رو با 21 رو با 22 رو با 23 رو با 23 24 24 24 25 25 26 26 26 26 26 26 رو باشد 6 رو با یک 6 رو باشد 6 رو با دو 6 رو با کوکوی زاد چند شد؟ عزت چاوکی نور 26 26 افغانی چاوکی نور میبره همون طرف میری؟ جایی که اکثریت دکاندارای عزیز ما صبح وقت میه از اینجا خربوزه میخرن بعد دکانا و سرکا باز به فروش میرسونن برو بخیر با 3 5 15 15 15 16 16 17 17 18 18 20 21 22 22 23 23 24 25 26 26 26 26 باشد 6 باشد 6 با یک 6 باشد 6 با دو نست کسی بالا 26 به خیر اومد 26 افغانی شد خیر آمد افغان باش که واقعا دوستای عزیز این خربوزه خیلی شیرین بود ما یکش کشتیم نوش جان کردیم دیگه این که دیگه اینا چند میفروشه و مربوط ما نمیشه هر کس که می اینجا میخره به خاطر فایده باش که کدام طرف هست هنوز هم اون طرف هست
ما یکی از دوستای ما هستن اونجا تربوز میفروشن. بیا بریم یک احوال او را. پیش یکی از دوستای ما که هر سال یک بار پیششان مییم و پارسال ما همراهشان رفته بودیم به یک پالیس، بسیار یک گزارش خوب مقبول و جانانه گرفته بودیم. امسال دوباره اینا را رفتیم. متین جان سلامونه. سلام علیکم. ستاره مسی. سنگ جور بخیر صحتمند خیرتی ده. شپې ورځ په خیر تیریږي. الحمدلله. سال سوال. الحمدلله. څنګه دی کاروبار؟ شکر دې تیریږي مسد. شدی؟ لږ کم شکر دې. چې وصل ته نه دلته راغلی موقتی که څنګه؟ او شپږ میاشتې هلته سو شپږ میاشتې دې. والله پادشاهي ژوند کنه او شجاع دي سه. خاص په خټکو په هندوانو کې. او شکر. خټکو هندوانې نه بیغم است. کاروبار څنګه دی؟ الحمدلله تیریږي. شدی؟ بد نه دی او. دا هندوانې چې دا اوس موږ په تصویر کې وینو دا د کومې ولسوالۍ دی؟ دا بلخ دی که د بل ولایت؟ دا کندوز ولایت نه راغلی دی. ارچي ولسوالۍ نه. بله تازه رسېدلي دوی هندوانه ډېر ښه رنګ هم لري. اول چینی دی. اول چین. بله او. تاسو اوس مو خرڅ کړی کې خرڅوي؟ دا ګوره ډبره مو ایښې دی نښه دی چې 15 روپۍ مو نښه کړې ده خرڅ کړه ده فعلا. دانه که سیر 15 افغانۍ. سیر 15 افغانۍ بله صاحب. کیلو بیا څو وریږي؟ کیلو یې تقریبا 11 روپۍ راځي نو. 11 افغانۍ. بله والله گل سب دسلاف کردی نعمت اینجا. ان شاء الله ټول می خرڅ کړی دی فعلا. او هندوانه کم چی نه دی بازار ښه دی. ماشاءالله ماشاءالله. ښه دی او. اوس کله پالیس ته زیاده راته وایي؟ پالیس هم ځو ترتیب برابرو ان شاء الله. څه وخت ترتیب برابر ملګري دوستان هم دا اوس د اروپایي ودانو ټول مستوي دا نږدې وخت کې دغه هفتې اخر کې یو ترتیب برابرو درته ان شاء الله منظره به وکړو ان شاء الله. منتظر دی مقصد ان شاء الله سل بسل سل. اوس خټکی هم نه لري تنه هندواني دي دا چل هندوانه د فعل هندوانه د خټکی هم په ګردارش کې ستنه به هلته به ستل اخره دلته فعلا د هندواني دي. هندواني دي فعلا دا په دغه مزار شهر کې خرڅي کې بل ځای دی. د مزار شهر فعل سکل هندوانه کم چین دی کم دی. پروس کله ډیر دهقانان متضرر شو بیان درلودل په دې خاطر ششکل ډیر کمی کړو. حاصلات ډیر کم و یا ډیر کم کړیلو زیاتره. صحیح. امروز متین جان ما پارسال رفته بودیم و واقعا یک گزارش بسیار جانانه گرفته بودیم و برای ما وعده داد آخرای همین هفته ان شاء الله حتما دوباره امروزشان یا چاربولک یا چمتال یا بلخ بخیر میریم و یک گزارش جانانه میگیریم. پارسال یک دانه موتر 303 رو پر کرده بودیم. 303 بود. این سال بخیر توربو برات بار میکنیم. اوه بشک خداوند کمت نکنه. ان شاء الله خیمه منتظر پیام تاست. ان شاء الله ما در خدمت هستیم. سلامت تشکر موفق باشین. متین جان بخیر باشین. بخیر باشین. سلامت. چای صبح کردیم ان شاء الله بخوریم. هستین نه. میمون چای میتونی تربوز. هم تربوز هم چای میتونی. میایم پیشت میایم. موفق باشین. بخیر باشین. وطندار ما تربوز خریده از متین جان باش که اینا را کجا میبره و تربوز هم دیگه تربوز ولسوالی ارچی ولایت کندوز است. کاکا سلام علیکم. مانده نباشین. خوب هستین؟ خیرتی هست ان شاء الله. نام شما؟ نام خاناغا. کاکا خاناغا تربوز خریدین؟ تربوز خریدیم بله. کجا میبرین بخیر؟ چوکی برکت. پیش نارشایی. چه وقت میشه که تربوز میفروشین اونجا؟ 4 سال. 4 سال. خربوزه حتما داری؟ خربوزه خریدی یا میخری؟ خربوزه دیروز خریدم امروز نخریدم. خب برای چند روز باز دوام میکنی؟ 2 روز 3 روز؟ بازار از دیگه بعضی روز تا 1 روز بعضی روز تا 2 روز 3 روز. ولی اینجا چند چی خریدین؟ چی میگی؟ ما چند کوت میگیم. ما هم کوت میگیم. خب اینم یک دانه رو خریدین؟ 1 دانه. چند خریدین؟ 75. سیرش؟ سیرش. کیلوش باز چند میفتن؟
کیلوی 11 بگو 11 با شما 13 میفروشین یا 14 یا 15 13 و رقم سودا همین کرایه رو سرشون میندازی کرایه زرنج و چیزا رو دروازه میگیره کرا میگیره یا راستی اینجا که میگیرن نه بله حالا اینجا طول میکنین بعد از اونجا میبرین هر صبح میاین دیگه هر سو میبره یعنی به زندگی است خدا رزق روزی هر کس به هر طریقش داده بله بله از شما راضی طریق از ما راضی طریق از دیگه طریق نه بله و امیدوار هستم که پخته باشه که مشتری باز نگیره من قصره دارم از پیش هر کس که تربوز میخرم هیچ دل گردش ندارم که می خانه میبرم میمان ویژم دارم پر خام میبرایه هست دیگه خب وقت سالی است دیگه از دارم صندوق سربسته است دیگه موفق باشین بخیر باشین سلامت زنده باشین بخیر کجا هستم کارم من میگفت که من طرف سعی میکردم اونجا میگه از زوی ما بیا سخت جان از آرفا بیا بخیر روزا میتونیم سن هم یک صورت اولش هست رو چیزی هست تو من کودن کی هست داد هم دیگه پوش پای داشت استومان پاس هم کنید واسه صدر بشه میرم خیلی یک کنیم ساعت شد 170 باشد 2 ساعت شد 220 باشد 220 یک 230 باشد 250 شد 260 شد 260 شد 260 بده خب یعنی برای اون برو منمی خیلی برو میگم پایین جمع که بیایم از برو عزیز بیا بخیر این جمعه بیا بخیر بی پایسر بگی مال خیلی برو کی از دونا پایین باش گرد خیرش 6 باشد در باشد 11 باشد 11 12 باشد 12 شد 13 باشد 13 14 باشد 14 یک 14 شد 2 14 باشد 3 غلام رسول صبحتون بخیر برادر خوب است ان شاء الله جان جور بخیر است خیر ان شاء الله بخیر است دوباره شما را میبینم همچنان ان شاء الله ادامه بدین بخیر ایمان دایی بخیر خدا پیش بیا بخیر ای ماشاءالله نام خدا دلت بلند دونت در بهش کرد خیر 55 باشد 56 باشد 60 باش دو نفر شد 60 61 باشد 62 باشد 63 باشد 64 با دو نفر شد 64 باشد 64 یک 64 شد 2 64 کدام یک نشته کنم 64 باش گرد خیر 24 23 چه بردیش 64 باشد 64 باشد خیلی یک کار میکنیم رای میگیریم سیز کدامش داشته کنیم این بچه هر کدامش که کاکه است اردوش هم نام خود جوان کاکه است اردوش ماشاءالله نام خود کی داشته این بچه بگوین بخیر هر کدامش که مقبول است ولی نتونشتم دهی برو کلگی را مرای 65 باشد 65 باشد 65 این ای کاکا 65 65 به عزت الله نور عزت الله نور این بچه کاکا استاد بگی یک 5000 پول نفت بگی از کشش 65 باشد 20 باشد 31 باشد 32 باشد
هر سال که ما به مارکت خربزه و تربوز میاییم یا سر میزنیم با ایشان حتما روبرو میشویم، هم همراهشان مصاحبه میکنیم و هم همراهشان نان و نمک میشیم. و این صبح خوشبختانه باز دوباره آمدیم اینجا، با که دیگه چیزا هم هستن، ولی ما گفتیم که ما در جای تربوز و خربزه آمدیم، باید یا تربوز یا خربزه نوش جان بکنیم. این خربزه از کدام قسمت ولایت بلخ است؟ ایران حتما پرسان میکنیم یکی شیرین است یا ایران پرسان میکنم. سلامونه ستاره نسی څنګه جوړ بخیر صحتمند خیر خیده بخیر دی وینم نن د دکان مخ هیڅ شي نشته دا څه خبره ده ولا ما لګو بول مکړ سبای خلاص کړه خلاص پروش کله موږ راتله ته خبره پروش کله بیروبار او مصرفیت بیخي ډیرو ششکال بیخي لږ دی یا خټکی لږ دی یا حاصلات لږ دی یا بازار نه لري کومه خبره ده ماشاءالله بازار د سکل خده بازار لګ د حاصلات لګ خلک لګ کړلې دي ډیر کړلې دي لګ د خلک لګ ټول دکانو کې خیدا موضوع ده این خربزه از کدام قسمت مزار شریف است؟ دا چاربولک یاس کلی نه ده شه د څه په نوم یادیش دي ته دا اسقلان اسقلان موږ خو اسقلانی د کندوز یو خټه کې ډیر خوښ دي اسپین دي خورلې دي که خورلې مې دی راځي ډیر کابل ته باریږي دا کابل ته ځي دا د بخوش کې بیانو او دا پوک دی ته بسم الله الرحمن الرحیم یاره چاړه ورواشه دور از دلتان کسایی که دور از وطن هستن و ما را میبینن ما دیگه اینمی دیگه به نمایندگی شما اینمی خربزه را نوشجان میکنیم به نام اسقلانی یاد میشود چاربولک دی ولو چاربولک دیاس کلی نه ده دیاس کلی نه ولسوالی چاربولک اسقره یاسه ولسوالی زیبای چاربولک است واه 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 باش که خبره خو خیلی خوب معلوم میشه دا کابل ته زیات کابل ته زی کابل ته زی او کابل ته خوست باری هی نه وطن خټکی ده نو دور از دلتان ما باید یک چک کنم بسم الله الرحمن الرحیم کم ملګری چې د خارج کې دي څوک رسولای نه ورته نو لږ ستونزې ستای مشکلات ستای خټکی نسته په وطن کې نامخدا خیلی شیرین است بسیار خوب شیرین است میخورم که نخوری؟ واقعا دا خواشی او ملګری مو هغه کو ملګری مو او دا د ملګری دا د کامرامین دا د بشیر جان ها ته ویښ بشیر جان ته لږ وخت ورکو کله کله فکر دی بشیر سره ظلمونه کوي نه بشیر په هیڅ ځای سره څنګه مینه لرم او بیا خو مسؤلیت یو څه دروند دی ولې هغه 3.5 کیلو وزن لري تکړه ده بشیر جان تکړه ده دور از دلتان وطندارای عزیز ما این خربزه را نوشجان میکنیم باز حتما با شما یک خداحافظی کوتاه می داشته باشیم سو دانش تسری دی پاس راک خپل دې خټکی کړی نو شش کال کې نه نن دې کړلی ما بیگ بچ دی خای لګي ولا هایم راس خټکی وخت نه خدا دې اعضای ما وطندارای من از زمان خودم میبینم خودم خیلی دوست دارم خدا هر جای هست گل کرده ما دیگه خاص سلامای خاص دارم برای دوستایی که دور از وطن هست آی منتظر خربزه هستن شکریم رساندن نمیتونیم براتون اگه من بگم وطن و خربزه ما در خدمتتان است من خارج بودم ما خودم میفهمم که سویدن بودم سویدن دنمارک یک چند وقت بودیم شما یک دیگه برای ما گفتم خربزانه هستم و خربزه خورد است یخچال ماندگی و دیگه تربوز است و دیگه است خاص نفس سودا میکنه دیگه بعضی دوستا ما میفهمن همون چه که هستن وزیر خان وطنکی یا از پالیش بگیری یا از اونجا گرفته بیا اینجا کاش کنی بزنی دیگه مزه میده بله بله تیم مخ یعنی وګوره خوند یې وګوره دا خوږ دی نه خدای دې ښه خوږ دی
از همه‌تان یک تشکری ویژه میکنم که تا آخرین دقایق برنامه با ساخته بودین و ما هم به منډی خربزه و تربوز یا سرای علم خان آمده بودیم و قیمت‌ها را دیگر شما دیدین و حاصلات هم شنیدین از زبان دهقانای عزیز ما. بازم از پیش همه شما یک تقاضا دارم، یک تقاضای کوچک برادرانه. کانال بنده را سابسکرایب بکنید، زنگوله را فشار بدین که بخیر زود 1000 سابسکرایبر ما پوره شود و واشت تایم هم زود پوره بکنیم که زود مصرف‌ها را بکشیم بخیر. تا برنامه بعدی که ساغزای در خدمت شما قرار میگیره. همه شما را به خداوند یکتا و به همتا میسپاریم. خداوند حافظتان.